امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 6 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار به اسم آمان رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه اثر عارف قزوینی هست، قطعه خیلی خیلی معروف و خیلی قشنگیه. امیدوارم که بزنید و از نوازندگیش لذت ببرید. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هرچه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 6 یه قطعه 2/4 هست و دو ضربیه به صورت 1 و 2 و او میشماریمش. بریم با هم دیگه نوتاشو بخونیم و اگر نکته داشت با هم دیگه بررسی کنیم. میزان اول که قسمت بالاش نوشته مقدمه یا اوورتور یه تیکه از قطعه هست که سازا فقط میزنن و دیگه روش شعری خونده نمیشه و فقط هدف اینه که فضا سازی کنه برای قسمتی که شعر قرار خونده بشه. حالا این اوورتور ما میتونه خیلی کوتاه باشه، مثل اینجا که فقط یک میزانه، حالت پایه زده شده فقط، و بعضی وقتا ممکنه که حتی یه صفحه 2 صفحه از یه قطعه فقط قسمت مقدمه یا اوورتورش باشه. خب نوتامون هست دو سل 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 دو سل سل. شماره 6 هم که خیلی ساده هست، 1 و 2 و بعد این نوتا اجرا بشه. میزنیم روی ساز دو سل 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 دو سل سل. شماره 6 میشه 1 و دو مرتبه بعد اینو اجرا بکنیم و حالا میریم قسمت بعد که قراره اینجا رو شعر خونده بشه. نوتامون هست فا سی لا لا سل 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 دو سی لا سل 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 لا فا 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 لا سل سل دو. این 4 تا میزانی که الان من خوندم، یعنی 2 میزان آخر خط اول و 2 میزان اول خط دوم، یک عبارت یا یک جمله هست که اگر که بر اساس شعرش بخوایم بررسیش کنیم یک مصرع کامل روی این قسمت خونده میشه. براتون روی ساز اجراش میکنم. فا سی لا لا سل 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 دو سی لا سل 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 لا فا 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 لا سل سل دو فا سی لا لا سل 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 دو سی لا سل 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 لا فا 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 لا سل سل دو. سل دویی که تو پرانتز گذاشته شده منظورش اینه که روی این سل دو دیگه شعری خونده نمیشه. این سل روی شعر ما روی همون سلی که توی میزان دوم خط دوم اول قطعه داریم شعر تموم میشه. اون سل دوی آخر فقط حالت جواب داره، حالت تیکه‌ای داره که بین دو تا مصرع قراره فقط زده بشه. با شمارش اجراش میکنیم 1 و 2 و 1 و 2 قسمت بعد که دوباره 4 تا میزان بعد میشه، یعنی 2 میزان آخر خط دوم و 2 میزان اول خط سوم. نوتامون هست سی سی دو ره دو دو می ره دو سی لا سی سی ره دو سی لا سل لا. روی ساز میزنیمش سی سی دو ره دو دو می ره دو سی لا سی سی ره دو سی لا سل لا. شماره 6 1 و 2 و 1 و 2 دقت داشته باشید که اینجا یه دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم 4 تا میزان رو دوباره تکرار کنیم و توی بار دوم به جای ولت 1 ولت 2 رو بزنیم که ولت 2 در واقع مثل همون ولت 1 همون یه دونه نوت لا هست ولی آخر میزان شروع جمله بعد میشه. پس این قسمت بعد 2 مرتبه اجرا بشه و حالا میریم قسمت بعد که توی خط سوم از آخر ولت 2 جمله ما شروع میشه، از اون تکی که روی 2 میزنیم که میشه و اوی آخر، یعنی 1 و او برای لای زرد، 2 او سکوت چنگه و او میشه تکی که روی نوت 2 میخوره و شروع کننده این جمله هست میشه و دیگه تا آخر هم جمله ما ادامه پیدا میکنه. دو دو سی سی فا سل لا سی دو سی لا سل 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 و بعد اون دویی که آخر توی ولت 1 آخرین نوتی که تو ولت 1 داریم، اون دویی که توی و او قرار گرفته
جایگزین همون دویی هست که الان در موردش حرف میزدیم، یعنی دوباره این قسمت که میخواد تکرار بشه، این دویی که آخر ولت 1 داریم شروع کننده جمله میشه و بعد توی بار دوم توی ولت 2 با یه دونه صلح جمله ما تموم میشه. پس این قسمت رو روی ساز براتون اجرا میکنم. دو بار میزنم، یه بار با ولت 1 یه بار با ولت 2. دو دو سی سی فا صل لا سی دو سی لا صل 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 صل. دو دو سی سی فا صل لا سی دو سی لا صل. نکته دیگه که اهمیت داره اینه که اون خط اتحادی که بین دو تا دویی که توی میزان آخر خط سوم داریم یا میزان اول خط چهارم، خط اتحادی که بین دو تا نوت کشیده شده، منظور اینه که کشش نوت دوم باید به نوت اول اضافه بشه و ریز باید روی نوت دوم ادامه پیدا کنه. پس ما باید به اندازه 1 و او 2 او ریز رو ادامه بدیم و او میشه اون تک بعدی، یعنی مثلا اینجا میشه 1 و او 2 او و او میاد رو نوت پایینی، یا توی خط بعد 1 و او 2 او رو سی ریز گرفته میشه و او میشه فا. 1 و او 2 او و او میشه نوت پایینی. با شمارش براتون اجراش میکنم. میگیم 1 و او برای لا زرد توی ولت 2، 1 و او 2 او و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 او و او 1 و او 2 و او 1 و او 2 او 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 و او. مترونوم میذاریم، یه دور با مترونوم از اول تا آخرش رو براتون اجرا میکنم که بشنوید. شما باید که تمرین کنید تا به چه نتیجه‌ای برسه اجراتون. این صدا باید از سازتون در بیاد. مترونوم رو تنظیم کنیم رو سرعت 80 و 2 ضربی. 1 و او 2 او و او 1 و او 2 او و او 1 و او 2 او و او 2 اگر که دقت کرده باشید ما تا آخر قطار که اجرا میکنیم دوباره باید برگردیم از خط اول، جایی که علامت سینیو گذاشته شده، این قسمت رو دوباره تکرار بکنیم به خاطر اون علامت سینیویی که توی میزان دوم و آخر قطعه داریم. کل این قسمت باید 2 مرتبه اجرا بشه و خب این البته برای شعرش هست که قراره وقتی شعر روش خونده میشه 2 مرتبه ملودی اجرا بشه و 2 تا شعر مختلف روش خونده میشه. من حالا اون تیکه اول رو براتون با شعر هم اجرا میکنم که بدونید که چجوری میشه. امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.